آموزش نحوه برنامه دادن به اینورترهای تکو برای استفاده در دستگاه پاک‌اندیشن. کلید DSP فان رو فشار میدیم. هر عددی که نمایش داده باشه باید تبدیل بشه به 2003. برای جابجا شدن بین اعداد از کلید ریست و جهت استفاده میکنیم. 20 2003. خب 2003 الان نمایش داده میشه. کلید اینتر رو میزنیم. اینو تبدیلش میکنیم به 1. 0 اصولا این باید 1 بشه. جهت بالا رو میزنیم 1 میشه. کلید دیتا اینتر رو فشار میدیم. اند نمایش داده میشه. خب حالا 2005 رو میاریم. با کلید جهت نمای بالا 2005 رو میاریم. کلید اینتر رو فشار میدیم. 0 هست. باز این هم 1 میکنیم و در نهایت کلید اینتر رو فشار میدیم. خب با کلید DSP فان از تنظیمات خارج میشه. الان اینورتر ما آماده است برای استفاده در دستگاه.